سلام دوستان، به کانال آرپی برودکست خوش اومدید. امروز اومدیم با گیم هایی که روی موبایل هستن و پایانی ندارن یا به اصطلاح بی پایان هستن. بازی اولی که میخوام بهتون معرفی کنم 2048 اسمشه. بازی که باید یه جدول که این عددا رو باید هم بزنید زیادتر بشه. همونطوری که دارید میبینید من یه حرفه‌ای نیستم، اولین بارم بازی میکنم. بازی سرگرم کننده ای، من خودم به شخصیت کلی سرگرم شدم باش، همین شکلی که میبینید. خیلی خب بریم سراغ بازی بعدی. خب بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بازی بالز، اسمش توپ. بازی توپ هستش. بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم توپ همه این چی میزنیم توپ ها میخوره برمیگه. نباید بذاری برسه به این پایین، یه ذره سخته. خب بچه ها اومدیم بازی آلتو 5 که حالا میبینیم اونو بلش کن، آلتو بزنید شما. خب شما موقع زدن اینو بزنید. بازی این شکلی اسکی میکنیم. به اوه چجوریه؟ بالا پایین باید بپری. آها میزنیم به صفحه میپریم سکه این شکلی که باید اسکی کنید و اینا. بی پایان یعنی خیلی حال میده. اینکه پایانش یعنی دیر تموم شدنش خیلی حال میده. میتونی بچرخونی با خاک اکسان. ای آوازی بازی کن. مویی بودا. یه ذره گیم پلیشو ببینیم بعدش بریم سراغ بازی بعد. بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم احتمالاً معرف حضور هستش. هلز هاپ. تو که نگو یه چیزی که نمیدونی، نگو راجبش. من میگم جای تو. این شکلی که باید این آهنگا رو انتخاب میکنی، ادامه رو میزنی، میری نه اوکی میکنی، همه میری این شکلی باید بگیری جلوشو، نباید بخوره زمین. توپه و ادامه داره تا بی‌نهایت هر چقدر بتونی بری. بازی آخر و بازی بعدی که ما معرفی کنیم به این شکل هستش که شما باید فرق رو بگیریم، ری بچرخونیم و ری بچرخونیم، نباید بخوریم به مایا منظورم مایا. تاثیر بذار. ای بردی یه صدا خاصی هم نداره. مسابقه شد آخر میشه باید باختیم. یه ذره از گیم پلی اینو ببینید و مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه چیز جدید کشف کردیم بخوریم به مانه ها. خوشت اومده؟ خفه شو بابا، خوشت اومده. خفه شو بابا، خفه شو. خوشت اومده؟ خوشم نیومده. و همین تا درودی دیگر. تموم شد. خیلی تاثیر گذاشت.